30 سال پیش پرنده مقدس سیمرغ شانه‌ام را نوازش کرد. این گونه اعتمادش را به من برای هدایت مردم نشان داد. امروز من تومیریس، ملکه پارس، دلاوری و وفاداری شما را تحسین می کنم گارد جاویدان. بهرام، تو و نیروهایت بار دیگر سرزمینمان را نجات داده ای. قسام شاهزاده پارس، جلوتر بیا سرگان. آوازه تو در گوشه گوشه تخت جمشید شنیده می شود. این حمایل سلطنتی را به نشانه قدردانی از ما بپذیر. سارگان، راشابار، باد سیاهی که همه چیز رو در مسیرش نابود میکنه. من این لقب انتخاب نکردم. نگران نباش، من اصلا اهمیتی به اینجور خرافات با خودش دانه های خرمنهای آینده رو هم میاره. واقعا از دیدن تو خیلی خوشحالم سارگان. ممنونم شاهزاده قسام. بیا القاب رسمی رو کنار بذاریم و در شرایطی کمتر رسمی با هم آشنا بشیم. هر طور تو بخوای قسام. ما این پیروزی رو به تو مدیونیم راشابار. فقط مراقب باش. گفته شده راشابار بذر تباهی و ویرانی میکاره. من این داستان باور ندارم. نگهبان به آهسته ترین تنفس هم گوش میده. با چه تنها چیزیه که برام ارزشمند. اسم تو برای سرزمین پارس امید و برای دشمنانش ترس میاره. چه شهرتی! شاید. منم نخواستم شاهزاده باشم، ولی سرنوشت مقدر شده و من باید قبولش کنم. بهرام، انگار فقط من و تو از گارد جاویدان اینجا بودی. احتمالاً بقیه دارن رو پشت بوم استراحت میکنن. در جنگجویی اجازه ورود به اتاق سلطنتی نداره. بهشون ملحق شو سرگان. منم به زودی میام پیشتون. بهت افتخار میکنم سارگان. من یوویشکا رو شکست دادم. ما تخت جمشید رو نجات دادیم. واقعا؟ هزاران سرباز تو میدان نبرد مردن و دیگه آذوقه نداریم. پارس به سختی روی پاهاش ایستاده. به همچین موقعیتی میگی پیروزی؟ من اجازه دادم غرورم به جام فکر کنه. یه جنگجو در سفرش همیشه جای پیشرفت داره. وقتی دیگه چیزی تو مسیر باقی نمیمونه یه جنگجو براش سوال میشه. انتهای شمشیر من چیه؟ جوابی براش داری؟ امشب به جوابش نمیرسم. شاید یه نوشیدنی کمک کنه. بهمون ملحق شو. ممنونم. ولی مسائل دیگه ای هست که باید بهشون بپردازم. تو مایه تبدیل شدن به جنگجوی بی‌نظیر رو داری سارگان. میدونم. فقط بشین و تماشا کن. به بهرام گوش بده. اون تو رو توی مسیر درست نگه میداره. دارم بهت میگم شاهزاده قسام ممکنه پسر من باشه. آراد این چه حرفیه؟ اون همه چیزو از مادرش گرفته، چیز دیگه ای نیست. آراد شما اصلا به هم نمیاد. کی به کی نمیاد؟ این بچه بالاخره تصمیم گرفت بهمون ملحق شد. قهرمان امروز. تحت حمایه جدید ملکه؟ پس دیگه الان داری با اشرفیت خاطی میشی نه؟ یا شمشیراتو برای فرماندار ساتراپ شدن معامله میکنی؟ هر چقدر میخواین بخندین. کی امشب یه سردار رو کشت ها؟ تشویقش نکن سارگان.
معنیش فقط اینه که تحت تاثیر قرارشون دادی. درست میگه. تحت تاثیر قرار گرفت. اگه میخوای یکم آرومتر صحبت کنی من بهرام هنوز با تو بود؟ آره اون هنوز تو اتاق تخت سلطنتیه. بفرما. نبا داره دستمازمون رو تحویل میگیره. چه دستمزدی؟ آرتمان یه خروار دستماز میگیره. دارم صدا تا بشنوم منالی. راجن کجاست؟ تو یه سایه روی یه پشت بام احتمالاً مشغول انجام کاری محرمان است. آرومتر. راجن همه چیزو میشنوه. بد نبود بچه. بد نبود. منظور چیه که بد نبود؟ کارتو ادامه بده. اون وقت شاید بتونی روزی با چالشی واقعی مثل من روبرو بشی. فقط بدون که دلت نمیخواد جلوی جمعیت ضایع بشی. خیال پردازی کن بچه. برنامه تو ببین. منتظرته. نیت میخواد باید صحبت کنه. زیاد معطلش نکن. خب حالا که معروف شدی ما رو یادت میمونه دارم به نظر میاد تا ذهنتو درگیر کرده یه جورایی به روش خودش. میدونی کاری که کردی خیلی بی‌نظیر بود باید به خودت افتخار کنی همه همین حسو داریم یکی از ما سردار کوشانی رو شکست داد. بی‌نظیره. و تو افتخار شیر سفیدی از دست شما سربازای گارد جاویدان. تو طالع شما همیشه عظمت بوده. حالا شجاعت سارگون هم یه مورد دیگه به کتاب‌های تاریخی اضافه میکنه. ما شهر رو ایمن کردیم. مردم دارن نیتن. این مکالمه قشنگه. ولی میشه دیگه بریم جشن بگیریم؟ اتاقمون غذا و نوشیدنی رایگان داره. بهرام تا بابا میای. از دستش نمیدم. شاهزاده قصان رو بوده شدی. سارقا چی؟ حتما باید هنوز تو کاخ باشن. رهبری و به عهده بگیر سارگون. آخرین بار تو باش صحبت کردی. باید شاهزاده قصان رو پیدا کنم. نگهبانان آناهیتا. آناهیتا اینجا چه خبر شده؟ قصد کشتن تو نداشتم سارگون. خودتو درگیر نکن. از سر رام برو کنار. اون دیگه چی بود؟ تو هنوز بچه ای.
شتاب شمشیر برای خود نماییدم.